به نام خدا و با عرض سلام در این قسمت از آموزش فتوشاپ به مفهوم پیکسل ها و انواع تصاویر میپردازیم. در کل تصاویر به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته تصاویر برداری یا وکتور هستند که در این تصاویر عناصر تصویر به صورت فرمول‌های ریاضی ذخیره میشن. نرم افزارهای گرافیکی که از این فرمت پشتیبانی میکنن نرم افزارهای ایلوستریتور، کورل دراو و فریهند هستند. و دسته دوم تصاویر پیکسلی هستند که به این تصاویر به خاطر شطرنجی بودنشون رستر و یا بیت مپ به معنی نقش بیتی هم گفته میشه. کوچکترین عنصر تصویر در این نوع تصاویر پیکسله که از مشهورترین و بهترین نرم افزارهای ویرایش تصاویر پیکسلی همین نرم افزار فتوشاپ. خب گفتیم تصاویر برداری بر اساس فرمول‌های ریاضی ذخیره میشن. خب این نوع تصاویر از خطوط، منحنی‌ها، دایره‌ها، چنزلی‌ها و متن تشکیل شده. خب به هر کدوم از این اشیایی که اشاره کردیم دارای مختصات، رنگ، ضخامت و سایر ویژگی‌های دیگه‌ای هستند. خب اینجا یک مثال از تصاویر برداری رو داریم. مثلا یک دایره در تصویر برداری به این شکل ذخیره میشه. با دستور سرکل شروع میشه. مختصات مرکز این دایره رو به این شکل مشخص میکنیم. شعاع این دایره به صورت R=40 ذخیره میشه و رنگ دایره که قرمزه به این صورت با دستور فیل ذخیره میشه. مسلمه که ذخیره کردن یک فرمول، یک خط فرمول بسیار کم هزینه تر و سریع تر خواهد بود از ذخیره صدها و هزارها پیکسل رنگی و همچنین حجم فایل در تصویر برداری به مراتب کمتر از یک تصویر پیکسلی. فرمت های رایجی که برای ذخیره سازی تصاویر برداری استفاده میشه یکی فرمت SVG که در وب بیشتر ازش استفاده میشه، فرمت AI که خروجی نرم افزار ایلوستریتور، خروجی EPS که برای کارهای چاپی ازش استفاده میشه، فرمت PDF رو که باهاش آشنایی دارید و فرمت CDR که خروجی مخصوص نرم افزار کورل دراو. اما در تصاویر پیکسلی کوچکترین واحد تصویر پیکسل بهش گفته میشه. همونطور که در شکل میبینید هر پیکسل خودش از ترکیب 3 رنگ قرمز، سبز و آبی تشکیل شده. مقدار این 3 رنگ با اعدادی بین 0 تا 255 نمایش داده میشه. در پایین اعداد 10 رو در مبنای 2 نوشته که شکل ذخیره اعداد در کامپیوتره و گاهن در کنار این 3 عدد یک عدد دیگه در بازه 0 تا 100 داریم که بر حسب درصد و میزان شفافیت اون پیکسل رو نشون میده. قسمت دوم از اطلاعات یک تصویر پیکسلی اطلاعاتیه که در هدر ذخیره میشه و در این قسمت از فایل اطلاعات مربوط به عرض و ارتفاع تصویر بر حسب پیکسل ذخیره میشه. همچنین از دیگر اطلاعات این قسمت عمق رنگ مشخص کننده تعداد رنگ‌های استفاده شده در تصویر. مثلا در این تصویر که به 4 قسمت تقسیم شده، عمق بیتی تصویر سمت راست 1، یعنی تنها از 1 بیت برای نمایش رنگ‌ها استفاده شده. خب در 1 بیت هم فقط 2 عدد میتونه استفاده بشه، یا 0 یا 1 که از 0 برای نمایش رنگ سیاه و از 1 برای نمایش رنگ سفید استفاده میشه. در تصویر دوم از 8 بیت بلک وایت استفاده شده، یعنی 256 رنگ با سطوح خاکستری از رنگ سفید تا سیاه. در تصویر سوم همون 8 بیت استفاده شده اما 8 بیت با سطوح رنگی. و در تصویر سمت چپ و 4مین تصویر از 24 بیت استفاده شده، 8 بیت برای نمایش کانال قرمز، 8 رنگ برای نمایش کانال سبز و 8 رنگ هم برای نمایش کانال آبی که ترکیب این 3 تا کانال 16 میلیون رنگ رو به وجود میاره. قسمت بعدی نوع فشرده‌سازی پسوند فایل رو مشخص میکنه که میتونه JPG، PNG یا سایر فرمت های تصویری باشه که در اسلاید بعد بهش میپردازیم، و ترتیب ذخیره سازی پیکسل ها که این اطلاعات کمک میکنه به نرم افزار که چطوری اطلاعات یا
پیکسل های عکس رو بخونه و نمایش بده. در کل تصاویر به 3 شکل ذخیره میشن. تصویری که کل اطلاعات عکس رو به همون صورتی که گرفته شده، مثلا یک تصویر رو که به وسیله دوربین عکاسی یا گوشی موبایل گرفتیم، کل پیکسل هاش رو اگر بیایم بدون فشرده سازی ذخیره کنیم، کیفیت تصویر حفظ میشه. ولی در این حالت حجم یا اندازه فایل به شدت بالا میره. فرمت های BMP و رو و همچنین فرمت PNG تصویر رو بدون فشرده سازی و با حفظ کیفیت ذخیره میکنن. اما اگر بیایم مقداری فشرده سازی انجام بدیم که به این نوع الگوریتم ها الگوریتم لاسلس هم گفته میشه، کیفیت تا حد زیادی حفظ میشه و اندازه تصویر هم خیلی پایین میاد که فرمت های PNG، GIF و WebP از الگوریتم لاسلس استفاده میکنن. و اگر بیایم به خاطر کم شدن حجم فایل تا حد زیادی فشرده سازی انجام بدیم که در این حالت کیفیت افت پیدا میکنه و الگوریتم لاسی بهش میگن، حجم فایل تا حد زیادی پایین میاد و از این نوع فرمت ها برای وب استفاده میشه که فرمت های JPG، WebP و HEIC از این نوع الگوریتم استفاده میکنن. شکل سمت چپ تصویر یک گربه رو در حالتی که کل پیکسل هاش ذخیره شده، تصویر وسط فشرده سازی با حفظ کیفیت و در تصویر سوم از الگوریتم لاسی یعنی فشرده سازی برای ذخیره تصویر استفاده شده. پس در کل اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم بین تصاویر برداری و پیکسلی، تصاویر برداری بر اساس معادلات ریاضی ذخیره میشن، در حالی که در تصاویر پیکسلی خود پیکسل ها هستند که اطلاعاتشون ذخیره میشه. در تصاویر برداری در هنگام بزرگ کردن تصاویر افت کیفیت نداریم و تصویر رو در هر اندازه‌ای که نشون بدیم کیفیت خودش رو حفظ میکنه، در حالی که در تصاویر پیکسلی با بزرگنمایی تصویر به شدت افت پیدا میکنه. تصاویر برداری برای طراحی لوگو، آیکون برای وبسایت و اپلیکیشن، چاپ بنرها، کاتالوگ، بروشور و کارت ویزیت، کارهای موشن گرافیک و انیمیشن و طراحی نقشه نمودار و اینفوگرافیک مناسب هستند. و تصاویر پیکسلی برای نمایش تصاویر با درجه رنگی پیوسته مثل تصاویری که با دوربین عکاسی یا گوشی‌های موبایل گرفته میشه مناسبن. بعد از اینکه با پیکسل ها آشنا شدیم، مفهوم بعدی مفهوم وضوح تصویر یا رزولوشنه. به تعداد پیکسل ها در طول و عرض تصویر، یا بهتره بگیم در عرض و ارتفاع تصویر، رزولوشن گفته میشه. پس وقتی گفته میشه رزولوشن 1920 در 1080 به این معنیه که 1920 پیکسل در راستای افق داریم و 1080 پیکسل در راستای عمود. هرچه رزولوشن یا تعداد پیکسل های استفاده شده در تصویر بیشتر باشه، تصویر از وضوح و کیفیت بالاتری برخورداره که کیفیت تصاویر فیلم ها و نمایشگرها رو بر همین اساس میسنجن. مثلا فرمت استاندارد استفاده شده در تلویزیون های قدیمی 640 در 480 پیکسل بود. بعداً تصاویر با رزولوشن های بالاتر و کیفیت بهتری وارد بازار شدند که HD یا های دفینیشن با رزولوشن 1280 در 720، فول HD با رزولوشن 1920 در 1080، تصاویر 4K یا اولترا های دفینیشن اولترا HD با رزولوشن 3840 در 2160 و بهترین کیفیت حال حاضر کیفیت 8K یا رزولوشن 7680 در 4320. در سه استاندارد اول یعنی 480p، 720p و 1080p عدد استفاده شده یعنی 480 تعداد پیکسل ها در راستای ارتفاع تصویر، اما در دو حالت 4K و 8K عدد 4 به معنی اینه که تعداد پیکسل های استفاده شده در این نوع تصویر 4 برابر تعداد پیکسل های استفاده شده در حالت فول HD و همچنین در 8K تعداد پیکسل های استفاده شده 8 برابر تعداد پیکسل های استفاده شده در نوع تصویر 4K که اینجا مخفف کیلو یا هزاره. دو حالت برای تصاویر وجود داره. مثلا گفته میشه 1080
آی یا 1080 پی. آی به معنی اینترلیس و پی مخفف پروگرس که به نحوه تشکیل تصویر روی مانیتور برمیگرده. در حالت اینترلیس تصویر به ردیف پیکسل های فرد و ردیف پیکسل های زوج تقسیم میشه. ابتدا ردیف های فرد تصویر تشکیل میشه و تصویر یک مقدار تار به نظر میاد و در مرحله دوم پیکسل های زوج تصویر هم تشکیل میشه و تصویر کامل میشه. اما در حالت پروگرسیو تصویر از بالا به پایین و از چپ به راست تشکیل میشه. در شکل سمت چپ 2 تا مانیتور داریم و یک تصویر. ابعاد تصویر 640 در 480 پیکسل. وقتی این تصویر رو روی مانیتور 15 اینچ با ابعاد 832 در 624 نمایش میدیم، این تصویر تقریباً کل صفحه مانیتور رو پوشش میده. ولی اگر همین تصویر رو در یک مانیتور با ابعاد 1024 در 768 نمایش میدیم، این تصویر کوچک به نظر میاد و موقعی که این تصویر رو بزرگ نمایی میکنیم تصویر تا حد زیادی کیفیتش افت پیدا میکنه. اما یک مفهوم دیگه ای که استفاده میشه رزولوشن چاپه که واحدش DPI یا داتس پر اینچ به معنای تعداد نقاط در 1 اینچ از تصویره. این عدد همونطور که گفتم هنگام کار با تصاویر در کامپیوتر یا نمایش تصاویر روی نمایشگر و یا وب هیچ تأثیری نداره، چرا که هر پیکسل از تصویر بدون توجه به مقدار DPI در 1 پیکسل از نمایشگر نمایش داده میشه. اما هنگام چاپ این مقدار اهمیت پیدا میکنه، یعنی تصویری که DPI 10 داره به این معنیه که در 1 اینچ از این کاغذ 10 پیکسل چاپ بشه و یا در 1 اینچ مربع از کاغذ 10 ضرب در 10 تعداد 100 پیکسل چاپ میشه. اما DPI 300 به این معنیه که در 1 اینچ مربع از کاغذ تعداد 300 ضرب در 300 حدود 90,000 پیکسل در 1 اینچ مربع از کاغذ چاپ میشه. مشخصه که هرچه مقدار DPI بالاتر باشه تصویر با کیفیت تری در هنگام چاپ داریم، در حالی که در DPI پایین تصویر بی کیفیت و شطرنجی نشون داده میشه. اما این تعریفی که گفتیم در فتوشاپ مقداری ممکنه متفاوت باشه. اگر محیط فتوشاپ رو باز کنیم و به منوی ایمیج بریم و گزینه ایمیج سایز رو انتخاب کنیم، ابعاد تصویر رو دایمنشنز تعریف کرده که الان ابعاد این فایل 1920 پیکسل در 1200 پیکسله. این مقادیر در قسمت ویدث و هیت بر حسب سانتی متر، اینچ، پیکسل و سایر واحدها قابل نمایشه. مثلا بر حسب اینچ پهنا 6.4 اینچ و ارتفاع تصویر 4 اینچه که اگر 1920 رو بر 6.4 اینچ تقسیم کنیم 300 پیکسل به دست میاد که این مقدار همون تعریف رزولوشن در فتوشاپه. مورد دیگه کانوی سایز یا بوم نقاشیه. میتونیم فضایی رو در اطراف تصویر ایجاد کنیم مثل بوم نقاشی که بزرگتر از صفحه نقاشی شده است. به منوی ایمیج میرم و گزینه کانوی سایز رو انتخاب میکنم. تعداد پیکسل های پهنا و ارتفاع تصویر نمایش داده شده. مثلا اگر بخوام به ارتفاع تصویر 80 پیکسل اضافه کنم، 40 پیکسل در بالا و 40 پیکسل در پایین تصویر، از اینجا 80 پیکسل رو اضافه می کنم و به جای 1280 قرار میدم و روی اوکی کلیک می کنم. به این صورت 40 پیکسل به بالا و 40 پیکسل به پایین تصویر اضافه شد. اگر همین مقدار رو هم بخوام به سمت راست و چپ عکس اضافه کنم، باز هم از قسمت کانوی سایز میتونم این کار رو انجام بدم. به این صورت تأثیری روی خود تصویر نداره ولی ابعاد تصویر رو بیشتر میکنه.
توجه داشته باشید که اگر از قسمت کانوی سایز مقادیر تصویر رو کم کنیم، از تصویر اصلی ما کم خواهد شد و تصویر ناقص میشه که این هشدار رو اینجا میده. پس حتما در هنگام استفاده از این دستور به این نکته توجه داشته باشید. امیدوارم از توضیحات خسته نشده باشید. ادامه مبحث فتوشاپ رو به جلسه بعد موکول میکنیم. برای اینکه ویدیوهای ما رو از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید. موفق و مؤید باشید.